دفعه آخر گفتی 4 نیم که کو در دهانی اتاق برینم نه دکسی افاد گم فهمیدم کشتاک کارتمگه تا بخورم دادر جان کارتیه مردک یوزبک گرفتم در پیش پوچهش غلطیدم خاطر مسلمان بدنم کارتش دادم. بله درست است که شما عین حال میگین برادر عزیز همین کارا شرط نبود برای چی تو زنی توجیه گرفتی در ویدیو موندی غیر شرمنده و شرمسار کرده است نه که مقصد اساسی این واقعه چنین نیست. مال بیا بپرتم سیونیم تا بپرتم مال دیگه ندارم دادر بیا در خاکی پاد بول برم خدا هزار سالت کنه خدا عهد خوره نکنه دادر. بینید که با فند و فریب همو کار میکنه همین بچه را باور میکنه و این چنین میخواد که ای بچه پول به دست بیاره حتی که به خاطر مبلغ به دست آوردن چی گپای شیرین گفته است میگه حتی گه تا بخورم نخواد که تا این درجه مکر و حیله های شیطانی را استفاده برن. بجم در نامت بوم برم دادر جان با پرتا چک شم اسکرین شات که با پرتا کی نشانش بتون در نامت بوم برم دادر در خاکی پاد بوم برم دادر جان گوهات تا بخورم با پرتا. مقصد اساسی در این نوار این نیست که ما زنهای توجیک پس میزنیم اما متاسفانه بعضی زنها خودی ما مردو را شرمنده و شرمسار کرده‌اند در خودی فدراسیون روسیه البته با واسطه بیگا لایف. یا دفعه خیلی فریب کرده بودی باید نیست پارت افتاد اون تاکسی افا پرت افتیم من یا دفعه خیلی گفتی 4 نیم که کو در دهانی اتاق برینم نه دکسی افاد گم فهمیدم کشتاک. شما که آماده باشین ما نواری خودمون سر میکنیم. السلام علیکم دوستان عزیز برادران و خواهران و تماشاگران گرامی امیدوارم همه شما صحت و سلامت هستید بیزار دائما سربلند و خانه آباد باشید. دوستان عزیز موضوع امروزه ما درباره همان زنهایی که در فدراسیون روسیه هستند و با طریق بیگا لایف تیک تاک اینستاگرام و اینچنین دیگر صفحه هایی که دائمی در پیام‌های افیر میشنن در پخش مستقیم و اینچنین کوشش میکنن که یک بیچاره مهاجر بچه را که مثال یک بچه سوده را بیاورن تا ای او مبلغ به دست بیارن و اینچنین نواره که حاضر ما با شما همه شب پورا میمونم تا آخر با صبر تماشا کنین و به خاطر دیگران دیدن ای همین خیلی مشینیک ها با خبر شدن در ویدیو لایک مونه تا که نواری ما با گوشی دیگران هم برسه. رحمت بر دستگیری خداوند از شما راضی باشد. کارتمگه تا بخورم دادر جان کارتیه مردک یوزبک گرفتم در پیش پوچهش غلطیدم خاطر مسلمان بدنم کارتش دادم. خب چند سن پارتون امین اداشی چسکا من در جان چه کلمه کنی گازن الو سومکام دارم میگم 3 نیم تا میشه وا مال بیا بپرتم 3 نیم تا بپرتم مال دیگه ندارم دادر بیا در خاکی پاد بول برم خدا هزار سالت کنه خدا عهد خوره نکنه دادر خدا برای کیاوی بول خب اینا وازی نه اینا پارتون بجم در نامت بوم برم دادر جان با پرتا چک شم اسکرین شات که با پرتا کی نشانش بتون در نامت بوم برم دادر در خاکی پاد بوم برم دادر جان گوهات تا بخورم با پرتا. ما در توجیکستان میشه پارت افتاد کارت توجیکستان وای ها میشه دادر جان چیزشم بسیز کو با پرتا مال اینا درو مادم اینا نمرو توزیانم کنی امیرا نمبر کارت بزن تینکا فدا در جان با پرتا خاکی پاچه چوم التماس بوم برم دادر یا دفعه خیلی فریب کرده بودی باید نیست پارت افتاد اون تاکسی افا پرت افتیم من یا دفعه خیلی گفتی 4 نیم که کو در دهانی اتاق برینم نه دکسی افاد گم فهمیدم کشتاک. خب میگذاریم به مقصد نواری ما چنین است. در سامانه‌های اجتماعی نوارهایی را پخش کرده شدند که جوانهای تاجیک جوانهایی که در مهاجرت مهنتی کار و فعالیت دارند به دام بعضی زنها میافتند که میگویند قسمی روی دنیا را میخورند میگه برادر جان این خیل شید فلان شید بیمادون شید خلاص من مشکلی دارم من در کوچه ماندم این خیلی کردم اون خیلی کردم و این چنین با یک گپی خوبی دارن میگه کوارتی را پولی را باید بتم پول ندارم متاسفانه حجت کردم پاتنت سپاریدم رجیستر کردم فلان بیمادون و کوارتی را پولی ندارم. اما
این بچه توجیک بیچاره مهاجری بچه که مسلمان ایمانی مستحکم داره نمیخواد که همین خیلی اپاش مثال در کوچه بمونه چیکار میکنه خیری خود چه میکنه وقتی که خیری خود چکی کرد میگیره این بچه را چیکار میکنن چرد میکنن و همین بچه که امروز نوار کرد و در صفحه خودش در اینستاگرام گذاشت این نوار که ما اینستاگرام گرفتیم شوکت گرفت نوار کرد گفت که تو دفعه پیشینه ایما پل گرفتی و مرا چرد کردی بینه که چی خیلی بفند فریب چی خیلی قسمای روی دنیا را میخوره میگه گه تا بخورم فلان تا بخورم بیمادون تا بخورم لیکن وقتی که پل کی با کارتش گذاشت چیکار میکنه میگیره چورنش میکنه این ایروی عدالت ایروی انصاف نیست وقتی گپ در روی عدالت میروه این حالت ما هم پسیتر کردیم لیکن متاسفانه وقتی فهمیدیم که او زن غیر این آدم با چند شخصی رفت آمد داشته ای او هم پل میکنده بعضی زنها البته همش که نه بعضی زنها در کمرچه سهر توبیگه را خواه میکنه شب تا سهر در افیر میشینه بیگو لایف تماشا میکنه او کودک کلانسول فر نداره برای این پلش برای این چیش همه ای کارا میکنه در پخش مستقیم تمام این وجودی خشنشون میتیه و ای او چیکار میکنه میگه امی کارتای ما بگه گوسم پارتو انا شما فکر کنین که همین خیل کارا ایروی انصاف ایروی عدالت این روزا هست یا نه البته که نیست اما برادرایی که شما در مهاجرت مهنتی هستین برادرایی که شما کار و فعالیت دارین پدر و مادر شما که در جا انتظاره که بچه‌ام کار کرده است بدامی همین خیلی زنهای فریبگر بدامی همین خیلی ماشینیست ها نافتین خیر کردی از برای خدا یک بار خیر کن دیدی که نشدیسه دیگه بمبره یکون تنگش خیر نکن برای که خیرم یک بار میشوه همه آدمی ده که محتاجه لیکن امروز زنگ میزنن میگه اکا جان خیلی حالت دارم خیلی مشکلی دارم التماس مرا نوار کنین در ویدیو در یوتیوب پارتوین یا در اینستاگرام پارتوین که برادرای توجیکی ما خیر کنن اما متاسفانه به قدری همون برادرای توجیکی ما نمیرسن اگر گپای ما نسبت همین خیلی حادثه ها ناحق باشه شما بگین که برادر تو ناحق هستی اما متاسفانه امروز حقیقت های هست پسی پرده ما این را میبینیم و دیگه خلاصه برآورده نمیتونیم خصوصا همین خیلی زن هایی که در مهاجرت مهنتی هستند اما همه زن هایی که در روسیه کار آمدن آنها شلیخ و قنچق نیستند این را فراموش نکنین اما بعضی آنها همین خیلی هستند که فقط مقصدشون همین مهاجر بچه توجیک یا مهاجری که کار فعالیت داره مبلغ به دست آوردن یا کراچی چورنیس پیش داده پارتان شد این حالت ای سری خدمت گذارانده خوب نوارد تا آخر با دلشی تماشا کنین